ما از این کتاب داریم روایت میکنیم تاریخ افغانستان بعد از اسلام، نویسنده عبدالحی حبیبی. قسمت اول، اوضاع افغانستان در عصر ظهور اسلام. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابن عبدالله ابن عبدالمطلب از قبیله قریش عرب در نصف اول ماه ربیع الاول سال 570 میلادی در شهر مکه به دنیا آمد. در سن 40 سالگی آغاز وحی الهی و نزول قرآن بود و در سال 13 بعثت 622 میلادی از مکه به مدینه هجرت فرمود که مبدأ تاریخ هجری اسلامی قرار گرفت. ایشان پس از تبلیغ دین اسلام در سال 11 هجری 632 میلادی رحلت فرمود. نظری به سیاست، کیش، صنعت و خط. در نیمه اول قرن هفتم میلادی که آفتاب اسلام طلوع می‌کرد، مملکت افغانستان تحت نفوذ حکمداران محلی و ادیان شرقی و غربی بود. سمت غربی مملکت، سیستان و هرات، تحت نفوذ دوره ساسانیان با دیانت زرتشتی و زبان پهلوی بود. ولی در کوهسار مرکزی زابلستان، وادی کابل تا سلسله جبال هندوکش و کرانه‌های سیند، دودمان‌های داخلی که از بقایای کوشانیان و یفتلیان بودند، حکم می‌راندند. در این سرزمین آزادی، عقیده حکمفرما بود و معابد کیش‌های متعدد وجود داشت. معبد سرخ کوتل در بغلان که توسط کانیشکا بنا شده بود و کتیبه‌های آن به خط یونانی و زبان تخاری دری قدیم است، نشان دهنده پرستش آتش بوده است. همزمان معابد بودایی نیز فعال بودند، چنانکه کتیبه خوات وردک نشان می‌دهد معبدی به نام ساکیامونی بودا ساخته شده بود. تا قرن هفتم و ورود اسلام، دیانت‌های بودایی، زرتشتی، مهرپرستی، شیوایی، مسیحی نستوری و پرستش ارباب انواع محلی در این سرزمین رواج داشت. خط و زبان. در قرون نخستین میلادی 3 رسم الخط در این سرزمین رایج بود. 1. رسم الخط یونانی عصر کوشانی برای زبان تخاری. 2. رسم الخط خروشتی. 3. رسم الخط پهلوی در غرب مملکت. همچنین رسم الخط سانسکریت در شرق مورد استفاده بود. از نظر زبان، کتیبه بغلان نشان می‌دهد که زبان عصر کوشانی نوعی دری قدیم بوده که اشتراکات زیادی با پشتو داشته است. بنابراین دری و پشتو 2 زبان توأم و مقارن بودند. همچنین هیونت سینگ جهانگرد چینی اشاره می‌کند که زبان مردم غزنه و بنون با زبان هندی تفاوت داشته و احتمالاً همان زبان پشتو بوده است. زبان عربی نیز در 2 قرن اول هجری تا حوالی سند نفوذ کرد. اوضاع اجتماعی و آیین بودایی. در عصر هیونت سینگ، آیین بودا مذاهب متعددی داشت. استادان دینی نزد حکمرانان اعتبار داشتند. جامعه به 4 طبقه تقسیم می‌شد و طبقات بالا با پایین آمیزش نداشتند. مردم دارای فکر انصاف و راستبازی توصیف شدند. خوراک عمومی مردم شامل شیر، مسکه، نان و گوشت گوسفند بود، اما خوردن گوشت برخی حیوانات مانند گاو و خوک ممنوع بود. اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان در آستانه ظهور اسلام به دلیل تشتت و ملوک الطوایفی بودن خوب نبود و همین وضع فرسوده اجتماعی شاید علت شکست در برابر فاتحان عرب بود. کیش‌های دیگر، معبد زون و آفتاب پرستی، علاوه بر بوداییان، پرستشگاه‌های دیگری نیز وجود داشت. هیونت سینگ از کوهی به نام سوناگیر در زابلستان یاد می‌کند که مردم آن را می‌پرستیدند و شاهزادگان به آن طلا و نقره تقدیم می‌کردند. این همان معبدی است که در متون اسلامی به نام زور یا زون در منطقه زمین داور ذکر شده است. بلازری می نویسد که عبدالرحمن ابن سمره در فتح سیستان و کابل به معبد زور رسید و بت طلایی با چشمان یاقوتی را شکست تا نشان دهد که بت سود و زیانی ندارد. کلمه زون یا زور معرب همان سون، سن یا سوریه، سوریا به معنای خورشید است که نشان دهنده رواج آفتاب پرستی در میان یفتلیان و مردم محلی بوده است. این نام در اسامی قبایل و مکانها مانند زوری، سوراباد، شیرسور باقی مانده است. شابهار، کابل. نام شاه بهار به معنی معبد شاه یا بهار شاه در تاریخ اوایل اسلام معروف است. کلمه بهار همان ویهارا یا سانسکریت به معنای معبد است. یعقوبی و گردیزی ذکر کردند که در زمان هارون الرشید لشکریان اسلام شاه بهار را در کابل فتح کردند و بت‌های آن را از بین بردند. هیونت سینگ نیز اشاره می‌کند که در کابلستان معابد شاهی وجود داشته که بقایای بدن بودا و همچنین نمادهای فرح ایزدی، سمبل شاهان باستانی، در آنها نگهداری می‌شد. قسمت دوم، زائران چینی در افغانستان.